شکنجه دادن. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان چنین فکر خود رو بیان میکنم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان رو پایمال میکند باید در نزد قانون جواب دهد. چرا ما همچون یک شهروند قانون جمهوری تاجیکستان را رعایت میکنیم برای زیابه که قانون افضل بگذار در نزد قانون جواب دهد، بگذار والدینش هم در نزد قانون جواب دهند، هر یک تمام خش اقربایش در نزد قانون جواب دهند. چون که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که از سن 18 سالگی به بلاغت میرسد باید قانون جمهوری تاجیکستان را رعایت کند. امروز برای چی شهروند ولایت مختار کوهستان بدخشان، چی شهروند ولایت سوغدا، ولایت ختلان، بگذار در نزد قانون هم جواب دهد و با گروه های افراطگرایی که امروز همین قضیه را واکنش نموده ایستادن، بعضا شهروندان جمهوری تاجیکستان را گمراه نموده ایستادن، این یک خطای نابخشیدنی است. جوانان عزیز، از همه شما دعوت به عمل میارم که با این گروه های افراطگرایی که امروز فتنه های خود را برانگیخته ایستادن و شما را گمراه نموده ایستادن، با این قضیه ها گرفتار نکنید.